خیلی خوشخانه، شماها استادین، من فقط گوشم گوش خوبیه برای شنیدن. اینکه اتفاقی این آیه بهت افتاد واقعا، چون آیه رادستیه برای خوندن و تلاوت. هیچ چیز در این دنیا اتفاقی نیست. دقیقاً شب میلاد امام حسین علیه السلام بنده در هتل دوحه بودم، اونجایی که محل اقامتمون بود. اون شب کسی توی اتاق من نبود. اونجا یه روزه‌ای خوندم، الان جاش بگم، روزه تک نفره، نیم ساعت خوندم، فقط اشک ریختم. تنها از حرم امام حسین رفتم حرم حضرت ابوالفضل. این دو بیتی رو اونجا خوندم، یادم نمیره. دیدم بگشا که طبیبت سر بالین آمد، دیده بگشا که حسین با دل خونین آمد. عباسم دیده برم منه، ای سرو بخون غلطیده، تا نگوین حسین داغ برادر دید. این روزه ها رو خوندم، از مادر سادات خواستم خودشون عنایتی بکنن. آجای بوذری باورتون نمیشه، نشستم توی جایگاه، مجری اومد گفت یه دونه از این قرآن ها رو بردار. 6236 آیه داره قرآن. چی میشه یه دفعه این آیه بیفته برای من؟ وقتی قرآن رو برداشتم دیدم آیه 111 سوره مبارکه توبه است، ان الله اشتری من المؤمنین. گفتم دمت گرم آقا، ارباب هوای نوکرش را دارد. معامله با امام حسین برد رفقا. یادم نمی رود، یادم نمی رود که همه عزتم تویی. من پای سفره تو شدم محترم حسین. لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد، ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین. حسین آرام جانم، این دستت بیاد بالا. حسین روح، حسین آرام جانم. السلام علیکم وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى العباس الحسين. تا خوب نشه زخمام دست بر نمیدارم، تا خوب نشه زخمام دست بر نمیدارم. بذار حالا نوکر شما باشم، لحظه مرگم تو خاک کربلا باشم، لحظه مرگم تو خاک کربلا.